تا حالا شده ساعت‌ها تو تخت باشی و خوابت نبره؟ تو این ویدیو از جوابگو 10 تا روش علمی و سریع برای زودتر خوابیدن رو بهت یاد میدم. اگه به دنبال خواب راحت و سریع هستی، این ویدیو رو تا آخر ببین و راهکارها رو یاد بگیر. راهکار اول، تنظیم روتین خواب. اگه هر شب سر ساعت مشخص بخوابی و بیدار بشی، بعد از مدتی بدنت به این عادت میکنه و سریعتر خوابت میبره. راهکار دوم، کاهش نور آبی. نور آبی که از گوشی، تلویزیون و لپتاپ پخش میشه میتونه تولید ملاتونین یا همون هورمون خواب رو کاهش بده و باعث بشه بیدار بمونی. پس قبل از خواب این وسایل رو خاموش کن. راهکار سوم، تنفس 4-7-8. این تکنیک تنفسی رو امتحان کن تا ذهنت آروم بشه و سریعتر بخوابی. فقط کافیه 4 ثانیه نفس بکشی، 7 ثانیه نگه داری و 8 ثانیه بازدم کنی. راهکار چهارم، ایجاد محیط خواب مناسب. اتاق خوابت رو تاریک و خنک کن و از یک تشک و بالش راحت استفاده کن. این موارد میتونن تاثیر زیادی روی کیفیت خوابت داشته باشن. راهکار پنجم، رایحه‌های آرامبخش. استفاده از رایحه‌های آرامبخش مثل استخوان‌دوس یا یاس. این رایحه‌ها برای آرامش ذهن و بدن بسیار مفید هستند، استرس رو کم میکنن و خواب رو برات آسان‌تر میکنن. راهکار ششم، تمرین ذهن آگاهی. تمرینات مدیتیشن یا یوگا قبل از خواب میتونن اضطراب رو کم کنن. این تمرین‌ها به کاهش اضطراب و تنش‌های روزانه کمک میکنن و ذهنت رو برای خواب آماده میکنن. راهکار هفتم، کاهش مصرف کافئین. بهتره 4 تا 6 ساعت قبل از خواب از مصرف نوشیدنی‌های کافئین دار مثل قهوه و چای پرهیز کنی. راهکار هشتم، خواندن کتاب. قبل از خواب کتابی سبک و غیر تحریکی بخون. خواندن کتاب‌های آرامش بخش میتونه به آماده‌سازی ذهن برای خواب کمک کنه. راهکار نهم، ورزش منظم. ورزش روزانه میتونه خواب رو بهبود ببخشه، اما حداقل 3 ساعت قبل از خواب انجام بشه. انجام ورزش چند ساعت قبل از خواب باعث میشه بدن زمان کافی برای آرام شدن داشته باشه. راهکار دهم، گوش دادن به موزیک آرامش بخش. موسیقی ملایم میتونه به آرامش بدن و ذهن کمک کنه. گوش دادن به موزیک ملایم و آرام قبل از خواب میتونه به ذهنت آرامش بده و خواب رو سریعتر کنه. این 10 روش ساده بهت کمک میکنه که خواب راحت‌تر و سریعتری داشته باشی. امتحانشون کن و نظرتو حتما برامون کامنت کن. سوال چالشی، به نظرت کدوم یکی از این روش‌ها برات بهتر عمل میکنه؟ یا شاید روشی داری که ما اینجا نگفتیم؟ کامنت بذار تا همه بدونن.